سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. نمیدونم از جوانه‌ها چقدر در رژیم غذایی روزانه‌تون استفاده می‌کنید. جوانه‌ها منبعی غنی از پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی مهمی هستند که برای بدن ما در واقع ضروری هستش. اگر جوانه‌ها رو در رژیم روزانه‌تون استفاده کنین، تاثیرات مثبت اون رو به زودی میتونین متوجه بشین. جوان‌ها همچنین در روی در واقع جلوگیری از پیری زودرس خیلی موثر هستند و حاوی آنتی اکسیدان هایی هستند که میتونن در این زمینه بسیار موثر باشن. خب برای که بتونیم از جوان‌ها استفاده کنیم، باید اول بتونیم جوان‌ها رو توی خونه تولید بکنیم. میخوام بهتون بگم که ما چجوری میتونیم با استفاده از دستگاه جوانه‌ساز جوانه‌های مختلف رو تولید کنیم: جوانه گندم، جوانه ماش، جوانه عدس و یا هر جوانی که دوست داشته باشید. خب این کار بسیار ساده هستش و از جوانه‌ساز ما استفاده می‌کنیم برای که این کار رو در واقع راحت توی خونه انجام بدیم. بنده محمدی هستم، کارشناس ارشد شیمی و در زمینه شیمی و زندگی کنارتون هستم. لطفاً با من همراه باشید. خب اول بریم جوانه‌ساز رو براتون معرفی کنم. جوانه‌ساز دو بخش داره. قسمت پایین که یه ظرف خالیه که آب اضافی اینجا جمع خواهد شد. قسمت بالا یه ظرف دبدار هستش که حبوبات رو ما اینجا خواهیم ریخت. یک روزنه داره که با یه درپوش پوشیده شده و از طریق این آب اضافی داخل این قسمت به ظرف پایین منتقل میشه. خب جوانه‌ها رو مقدارش رو نباید زیاد داخل جوانه‌ساز بریزیم، در حدی که فقط یه لایه نازک از حبوبات این کف رو بپوشونه، به خاطر که اگه ما زیاد بریزیم وقتی که جوانه‌ها میرویند حجمشون زیاد میشه و ممکنه که از داخل ظرف بریزن بیرون. ضمناً حبوبات رو باید کاملا بشورین، تمیز کنین، چون بعدش دیگه این امکان وجود نداره و اون جوانه‌های آماده شده باید مصرف بشن. خب من ماش رو در واقع یه پیمانه کوچک شستم، تمیز کردم، آماده میریزم داخل جوانه‌ساز. خب و اینو پخشش میکنم این ترتیب کف جوانه‌ساز اینو پخشش میکنه. دیگه تا آخر ما به این حبوبات دست نمیزنیم، به همین صورتی که هستن میمونن. خب حالا داخل جوانه‌ساز آب میریزیم. آب زیادی نیست، لازم نیست بریزیم، همینقدر که جوانه‌ها داخل آب غوطه ور بشن کافیه. خب و دربشو میبندیم. اگر آب اضافه در واقع ریخته باشیم، آب اضافه از طریق روزنه به قسمت ظرف پایین منتقل میشه و درنش حبوباتمون نمیپوسه. یادتون باشه اگه آب زیادی اینجا باشه و سطح در واقع آب زیاد داشته باشه، ممکنه که جوان‌ها بپوسن که خب دیگه جوانه خوبی نخواهیم داشت. من فیلم میگیرم ببینید که آب داره از اینجا میره پایین تو ظرف پایین و اونو مشاهده کنید. مشاهده میکنید که از طریق اون روزنه آب اضافه داره به ظرف پایین منتقل میشه و جوانه‌ها در قسمت بالا مرطوب میمونن. برای همین نگران نباشین، اگر آب اضافه ریخته باشین خودش از طریق روزنه خارج میشه. خب فعلا دیگه کاری باش نداریم و این آماده است. اینو باید در داخل در واقع یه جای مسطح داخل آشپزخونه در هوای معمولی قرار بدین و هر 2-3 ساعت یک بار بهش مراجعه کنین و خدمت عرض کنم که یک مقدار آبش اضافه کنین تا این مرطوب بمونه. دقت کنید که این کار ممکنه که 1، 2 یا 3 روز طول بکشه، بستگی به نوع در واقع حبوباتی که استفاده می‌کنیم فرق می‌کنه تا جوانه‌ها کامل بشه، که من در ادامه براتون فیلم‌های مناسبی میگیرم که ببینید چجوری جوانه تشکیل میشه و چطوری ازش نگهداری کنیم. خب الان حدود 5 ساعت از زمانی که اینو گذاشتیم گذشته. ببینید که آب اینجا تقریبا کم شده و این پایین آبی رو جمع شده که می‌بینید یک مقداری هم زرد رنگ هستش. این آب رو خالی کنین، به خاطر اینکه اگر بمونه یک مقداری بو میگیره و بهتره که این آب خالی بشه. خب آب خالی کردیم، اینو می‌ذاریم سر جاش ببره و من مجددا آب می‌ریزم. دربشو می‌بندم و میذارم تا دوباره بمونه. الان 14 ساعت از زمانی که حبوبات رو خیس کردیم و ریختیم توی جوانه‌ساز گذشته. میبینین که الان جوانه‌ها این حبوبات یه خورده پف کردن، دونه‌های ماش و حجم اونها زیاد شده و خدمت عرض کنم که جوانه‌ها در حال تشکیل شدن هستن. من بهش یک مقداری آب اضافه میکنم و میذارم بمونه تا این کار کامل بشه.
الان حدود 20 ساعت از زمانی که حبوبات رو خیس کردیم و داخل جوانه‌ساز ریختیم گذشته. دربش رو باز میکنیم که الان حبوبات مرطوب هستن و میبینیم که جوانه زدن. یه تعدادی از اونها این قسمت ها که سفید شده در واقع جوانه ها تشکیل شده، ولی هنوز جوانه ها کامل نشده. من مقداری آب داخلش میریزم مجددا و دربش رو میبندم. خب همونطور که مشاهده میکنید آبای اضافه از دقیق روزنی داره به ظرف پایین منتقل میشه و به ترتیب حبوبات مرطوب میمونن و فرآیند تشکیل جوانه ادامه پیدا میکنه. 24 ساعت از زمانی که حبوبات رو داخل جوانه ساز ریختیم گذشته. قسمت پایین مقداری الان آب جمع شده که من این آب رو خالی میکنم و ببینید که جوانه هامون الان در واقع تشکیل شده. اون قسمت های سفید دیگه پوستشون افتاده و جوانه ها رو میشه کاملا دید که اینجا هم مشاهده میکنید. من در واقع این رو یک مقداری بهش آب اضافه میکنم که مجددا آب تمیز داشته باشه و اینو میذارم بمونه تا فردا که جوانه هامون کاملتر و درست‌تر بشه. حدود 36 ساعت از زمانی که ما حبوبات رو گذاشتیم داخل جوانه ساز گذاشته، میبینیم که جوانه ها کاملا تشکیل شده و رشد کرده و ما جوانه ها رو به خوبی میتونیم ببینیم. من اینو همش میزنم به آرومی به این ترتیب. جوانه ها تشکیل شده تا قسمت های پایینش هم به این صورت تشکیل بشه. خب به اندازه کافی مرطوب هست، نیازی نیست که من دیگه فعلا بهش آب اضافه کنم. یادتون باشه که نباید آب اینجا جمع بشه که موجب بشه جوانه ها بپوسه. میذارم اینو تا 12 ساعت دیگه بمونه که دقیقاً 2 شبانه روز طول میکشه. در مورد ماش اشو میبندیم و میزنیمش. 2 شبانه روز از زمانی که حبوبات رو داخل جوانه ساز ریختیم گذشته و میبینید که جوانه هامون کامل تشکیل شده، خیلی خیلی تمیز و مرتب و الان دیگه قابل استفاده است این جوانه های ماشمون که میریم و اونها رو بسته‌بندی میکنیم. خب جوانه های ما آماده شد. خیلی متشکرم که در این ویدیو با من همراه بودین. انشالله که این ویدیو براتون مفید بوده و ازش بتونید استفاده کنید. جوانه ها برای اینکه به صورت همینطور تازه بمونن حتما اونها رو در یک ظرف دردار مثل اینها یا هر ظرف دیگه که داشتین بریزید و اونها رو توی فریزر نگهداری کنید. توی یخچال اگر بمونه و یک مدتی در واقع با توجه که خیس هست احتمال داره که بوی ناخوشایندی بگیره و بهتره حتما توی فریزر قرار بدین و اونو میتونید برای روش‌های مختلف استفاده کنید. از جمله میتونید با سالاد مصرف کنید که من خودم معمولا این رو همراه با سالاد در واقع مصرف میکنم. بسیار بسیار عالی خواهد بود. ممنون میشم که نظرات خودتون رو برای من ارسال کنید، کامنتاتون رو بنویسید، حتما من جواب میدم و پیج من رو داشته باشید و منو سابسکرایب کنید. ممنون میشم که انشالله بتونیم بیشتر در کنار هم دیگه باشیم. خب جوانه‌مون آماده است. اونا رو توی ظرف ریختیم و آماده استفاده است. دربش رو میبندیم و میذاریم داخل فریزر.